тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ, ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед. фаъолияти микроавтобусҳои барқӣ дар пойтахт. 6 адад микроавтобусҳои барқӣ ки он дар хатсайри 8 кору фаъолият менамояд. омодагии муассисаҳои давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Кӯлоб ба давраи тирамоҳу зимистон. барои нигоҳдории роҳҳои минтақа 11 муассисаи роҳдорӣ сафарбар гарданд ки онҳо таъмиру нигоҳдории 2456 аз 7 километр роҳҳои истифодаи умумро ба ӯҳда доранд. ҳамбашавии воситаҳои нақлиёт ва сабабу омили он дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди кишвар. بیشتر که مشاهده‌ها نشان دادند یکی از سبب‌های تنبشه‌ی واسطه‌های نقلیات این در روند حرکت اشتراک نمودن واسطه‌های نقلیات گرانوزن میباشد. شرکت یک تاکسی 90% автомобилҳои худро барқӣ намудааст. ширкати як такси инчунин низ автомошинаи барқии худро пешниҳод намудааст ки зиёда аз 80% автомошинаи ширкати як такси автомошинаи барқӣ мебошад. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибуллои Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба чанд хабари вобаста ба роҳу нақлиёт. аз 29 октябр то санаи 5 ноябри соли равон дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 9 садамаи нақлиётӣ рух додааст ки дар натиҷа 13 нафар ба ҳалокат расида, 11 нафар дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. طبق یک گزارش خدمات نجات‌دهی کوی австрия از 283 نفری که به ترمه افتادند 106 نفر مستقلانه نجات یافتند و 97 نفر از جانب همراهان خود از برف آزاد کرده شدند. در پایتخت کشور اولین میکرواتوبوس‌های مسافرکشانی برقی به فعالیت آغاز نمودند. باید گفت نخستین الکترومیکرواتوبوس‌ها یا خود میکرواتوبوس‌های برقی در خطسیر رقم 8 پایتخت کشور حرکت می‌کنند. میکرواتوبوس‌های تمغه فوتون توانو استحصال جمهوری مردمی چین بوده می‌تواند 17 مسافر و راننده را جایگیر کند. نقلیات زمانوی و براحت دارای کرسی‌های ارگونومیکی، باغچه وسیع، طرح معاصر و سطح بلند به‌خطری میباشد. با کاندیسیونر، چنبرک بسیار فونکسیونالی و سیستم مولتی‌مدیوی مجهز شده است. در این مورد شریف فیض‌الله دایرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود احمر در صحبت با ما چنین گفت: از طرف جمعیت در دایره لایحه شهر سبز قیام به بهتر نمودن اقلیم پایتخت عزیزمان رونق گردیده است. 6 عدد واسطه‌های نقلیات برقی تمغه فوتون با گنجایش 17 نفر وارد کرده شد در شرکتمون. در این روند جمعیت تصمیم گرفته است که تعداد واسطه‌های نقلیات برقی قید شده را مرحله به مرحله زیاد نماید. فوتون توانو با باتریای 80 کیلووات مجهز است و میتواند با یک قوه تقریبا 350 کیلومتر را طی کند. یعنی یک برکنی قوه کفایه است که میکرواتوبوس چند روزی پوره به مسافران خدمت رساند. الکترونیکنونی نقلیات در دوشنبه در چهارچوبه سیاست حکومت پایتخت جریان دارد. تا ماه سپتامبر سال آینده پایتخت باید کاملا به تاکسی های برقی گذارد. اتوبوس های مسافربر نیز به الکتریکی عوض کرده می شوند. مسئول از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای زمستانگذرانی مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌ها، یعنی درباره سریع آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیاتی جمهوری برای ثمره‌بخش و منتظم در دوره تیرماه و زمستان قرار حکومت به تصویب می‌رسد. در این زمینه با فرمایش وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2024 نقشه چاره‌بینی‌های وزارت عاید به سریع آماده نمودن ساحه نقلیات به فعالیت منتظم و ثمرناک در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 تصدیق کرده ستودی فوری تأسیس داده شده است. مورد به ذکر است که در مؤسسه‌های دولتی اداره خواجگی راه‌های اتومبیلگرد منطقه کولاب ولایت ختلان 11 عدد مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد موجود میباشند که دایر به آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025. روشن ابراهیمov معاون سردار مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه‌های اتومبیلگرد منطقه کولاب ولایت ختلان ضمن صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
برای نگهداری راههای منطقه 11 مؤسسه راهداری سفربر گردند که آنها تعمیر و نگهداری 2456 از 7 کیلومتر راههای استفاده عمومی را به عهده دارند. از جانب مؤسسه زیرتوبه مؤسسه دولتی دارای خواجگری افتادگرد منطقه کلوب کارهای نظارت به انجام رساندند که این 551 کیلومتر تعمیر جاری، 3408 کیلومتر رفت و تازه نمودن برف، 5616 بیخنی هول شناندن در کنار راه افتادگرد، 29 از 197 کیلومتر راه سنگفرش، 2 از 134 کیلومتر راه موفش کرده شد. اینچنین 14 عدد پل، 4 عدد قبور، کشتن خطای افقی 97 از 5 کیلومتر، شنودن علامت‌های را در کنار در راههای افتادگرد 198 عدد و سیاه سفر کردن انشاءات‌های کنار راه 7718 متر کوادراتی میباشد. برای آمادگی زمستان سال 2024 و 2025 در مؤسسه زیرتوبه مؤسسه دولتی دارای خواجگری افتادگرد منطقه کلوب 3720 متر کوبی مواد ضدلغزش ذخیره کرده شد که از این 3720 متر کوبی مواد ضدلغزش 98 کوب ایزوم، 6 تن انگشتنگ، 18 و 400 لیتر مواد ضدلغزش ذخیره کرده شد که برای گذراندن زمستان در مؤسسه آماده میباشند. برای گذراندن زمستان از تکنیک و تجهیزاتی که بنفشه گرفتن اکثر عدد تکنیک 89 عددش در حالت کارشمی قرار دارد، باقی مانده باشد در تعمیرن و در مرورت مهیا گردیده از تعمیر برآورده برای زمستان آماده کرده میشن که این 100% نقشه میباشد. در ادامه موضوع با سردار مؤسسه دولتی نگهداری راههای автомобилгари شهر کلوب امیرخان فیضов هم صحبت شدیم که نامبرده ضمن صحبت با ما چنین گفت: مؤسسه دولتی نگهداری راههای автомобилгари شهر کلوب برای زمستانگذرانی سالهای 2024 و 2025 موافق نقشه سفارش وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مواد ضدلغزش 275 متر کوبی، سوزشواری 1200 لیتر، هزوم 5 کوب، 8 تکنیکایی که برای گذراندن زمستان سال 2024-25 از 8 ماشین موافق نقشه 7 تاش پورا آماده کار است، یک دیگر در حالت تعمیر است. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. وقت‌های آخر در کوچه و راه‌های автомобилгари شهر دوشنبه و دیگر شهر و نواحی مملکت تنبشوی وسایل نقلیات به نظر می‌رسد که این باعث نگرانی مسافران و دیگر اشتراکیان حرکت در راه گردیده است. در این مورد چندی از ساکنان مسافران در صحبت با ما چنین گفتند: 2 ماه اخیر می‌بینیم که تنبشوی وسایل نقلیات زیاد به نظر می‌رسد. این چند عامل دارد. یکم زیاد شدن اهالی در شهر دوشنبه و دوم این وارد شدن واسطه‌های نقلیات. وقتی که واسطه نقلیات زیاد شد طبیعی است که تنبشوی به وجود می‌آید. و عامل دیگر این ربط دارد به چراغک‌های راه. همچون راننده من مشاهده می‌کنم هر سحر وقتی به کار می‌آیم در بعضی منطقه‌ها همون چینک یا وقتی چراغک‌های راهی که برای گذرگاه‌ها گذاشته شده است اون زیاد است، یعنی که 2-3 نفر پیاده‌گذر می‌گذرد و در همون یک حدودی 40 ثانیه یا که 50 ثانیه که برای آنها مانده شده است قریب که 300-400 واسطه نقلیات توقف میکنند و این عامل به تنبشوی آورده میرساند. و راههای حل هم هست. من فکر میکنم اگر همون گذرگاه ها رو تنظیم کنند، گذرگاه های زیرزمینی زیاد شود، این مشکلات تا جای حل خود رو خواهد یافت. اصلا همی سبب تنبشوی یا پروبکا رعایت نکردن مسافت این مشروطکا هست که راه نمیکنن، کجای بفرشون میان من میکنن، نه یگان علامتی راه نگاه میکنن. کمتر پیش ما اومده سبدیم در سیم پلاسه من میکنن، آدم میفرورن، آدم میگیرن، نمیمونن گذشتن یا چراغک سوزای آدم میگیرن میستن و همه اینو سبب میشه که تنبشوی میشه. اگر نسبت به امخالی راننده ها چاره‌جویا شوه تنبشوی کمتر میشه. تنبشوی چند عامل چند جنبه داره تا جایی که ما چند سال شده در دوشنبه زندگی میکنیم. مسئله اول شاید در وقتهایی که رواق زیاد است، مخصوصا قسمت سحر از 7 تا 9، قسمت بیگاهی از 5 تا 8. این سبب اساسیش رفت و آمدی زیادی مردم است که به چشم میرسد. بعضا تنگ بودن بعضی از کوچه های مرکزی شهر دوشنبه است. ولی من قریب هر روزه با همین تنبشوی روبرو میشوم. از مسئولین ساحه نقلیات پایتخت بار دیگر هم شهروند خواهش میکنم که در همین ساعتایی که رواق زیاد است حرکت نقلیات را طوری به راه بمانند که آنها برای انتقال مسافران فرصت پیدا کنند و مسافران هم در ایستگاه ها و در جای معین شده زیاد منتظر نمانند. اوید به سبب عامل‌های تنبشوی وسایل نقلیات در راه‌های автомобилгари کشور، سید مومن حسن‌زاده، سردار شعبه‌چه تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما
чунин гуфт: بیشتر که مشاهده‌ها نشان دادن یکی از سبب‌های تنبشوی واسطه‌های نقلیات این در روند حرکت اشتراک نمودن واسطه‌های نقلیات گران‌وزن میباشد که هنگام اوج حرکت، یعنی در وقت اوج حرکت واسطه‌های نقلیات گران‌وزن زیادتر به چشم میرسد و این یکی از عامل‌های تنبشوی واسطه‌های نقلیات میباشد. طبق معلومات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تا 1 ینوار سال 2024 666074 عدد واسطه‌های نقلیات از جمله 52362 بارکش، 16554 مسافربر، 587074 سبکرو، 6013 واسطه نقلیات مخصوص و 4071 موتورسیکل به کار گرفته شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 64938 عدد یا 10.8% زیاد است. از این مقدار در ساحه‌های اقتصادیات کشور 48989 یا خود 7.5% واسطه نقلیات فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در سال 2014 در کشور در مجموع 389000 عدد واسطه‌های نقلیات موجود بود. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. تهیه و قبول برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 از پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی مملکت سرچشمه میگیرد. برنامه از 9 باب عبارت بوده. هدف اساسی آن فراهم آوردن سمت نوی رشد اقتصادی در زمینه تشکل صنعت ماشینسازی، استحصال نقلیات برقی، مهیا نمودن شرایط مساعد برای زیاد کردن نقلیات برقی استفاده شونده، وسیع نمودن اینفراستراکتور نقلیات برقی و کم کردن تاثیر منفی به محیط زیست می باشد. یادآور میشیم که 10 ینوار سال 2022 بار اول در شهر دوشنبه از جانب شرکت یک تاکسی 8 عدد الکترومبیل تمغه ولکسواگن لاوادا مورد استفاده قرار گرفته اطلاع داده شد که به نزدیکی با 100 عدد ماشین دیگر وارد پایتخت می‌گردد. در این روز 8 عدد وسایل نقلیات مذکور در کوچه‌های شهر دوشنبه به فعالیت شروع نمودند. مورد به یادآوری است که در چهارچوبه برنامه شهر سبز مقامات شهر دوشنبه 104 عدد ترالبوس بیسیم، یک چند اتوبوس‌های برقی و یک ترالبوس برقی بدون تماس خریداری کرد که آنها در رژه سنجشی کار می‌کنند. نقلیات برقی از لحاظ ثمراناکی اقتصادی وابسته به ارزش استفاده قوه برق در مقایسه با واسطه‌های نقلیاتی که دیگر نمود سوزشواری را استفاده می‌نمایند برتری دارد. طبق تحلیل‌های متخصصان در یک سال خراجات استفاده قوه برق در الکتروبوس و الکترومبیل‌ها 27.5% خراجات نقلیاتی با دیگر نمود سوزشواری‌ها فعالیت کننده را تشکیل می‌دهد. در مورد فعالیت و افزودن الکترومبیل‌ها در پایتخت خورشید احمدوف سرمتخصص شرکت یک تاکسی ضمن صحبت به ما چنین گفت: خیلی که همگان شاهد هستند طبق قرار محترم رئیس شهر اوید قبول گرداندن اتومبیل‌های برقی که در پایتخت فعالیت کاری میکنند، شرکت یک تاکسی اینچنین نیز اتومبیل‌های برقی خود را پیشنهاد نموده است که زیاده از 80% اتومبیل شرکت یک تاکسی اتومبیل‌های برقی میباشد برای خدمت رسانی و برای پایتخت اعظم خدمت رسانی کرده شدند. موافق فرمان محترم رئیس شهر تا سال 1 سپتامبر 2025 سال تمام جمعیت‌هایی که کرایه‌کش تاکسی میباشند، یعنی از اون جمله شرکت یک تاکسی مرحله به مرحله، یعنی اتومبیل‌هایی که درونسوز مثلا درونسوز و بنزینی و گازی میباشند با اتومبیل‌های برقی عوض نموده شدند. شرکت ما نیز اتومبیل خود را یعنی برقی کرده شدند. تا سال پیشنهاد شده ما یعنی وعده میدهیم نمایندگان شرکت که مثلا با پررگی یعنی اجرا کرده میتوانیم. نقشه با ما پیشنهاد کرده شده رو. بله بسیار وقت میشوند حالتایی که ما مثلا مناقشه بین و مسافر و راننده اتومبیل تاکسی در این مسئله ما یعنی که چنین حالت‌ها رو دیده برآمده میستیم که مثلا دست به کمبودی‌ها یعنی که دست به چنین حالت‌ها نذارن و ساحه اجتماعی که من در حالت اینترنتی بسیار سایت‌ها دا میبرن از طرف من مثلا مشتریان من که من راننده تاکسی کمتر مناقشه خوب نکردن، ما نسبت آنها یعنی درس‌های عملی گذرانده می شود. یعنی پیش از کار قبول کردن راننده تمام حجت‌ها یعنی سمت‌ها رو میگذرانند، یعنی که عاید سالمی خود بودن، نداشتن داغ سودی و دیگر نمود حجت‌هایی که از طرف شهردار پیشنهاد کرده شده است. ما با تمام راننده صحبت‌ها و از طرف وزارت نقل
نقلیات جمهوری تاجیکستان درس‌های 20 ساعته بر رانندگان گذرانده می‌شود که اوی تربیت، معرفت خدمت رسانی، معامله، معاشره، چون که ما در پایتخت زندگی میکنیم، فعالیت کاری ما باید جانان باشد. برای که در پایتخت آمدن مهمان‌ها روز بر روز زیاد شده است، ما باید معرفت خدمت رسانی خود رو بازم بهتر و خوبتر کنیم. الکترومبیل در مقایسه با نقلیات با نمود دیگری سوزشواری فعالیت کننده ارزشی کمترین طلب نموده، هنگام استفاده و یا خدمت رسانی به مسافران در شهر انتقال دهی به ممانعت، سطح پست صدا و سفر براحت مهیا می نماید. در این خصوص سردار شعبه مارکتینگ شرکت یک تاکسی روسلان سرباززاده چنین میگوید: چون به همگان معلوم است شرکت یک تاکسی اولین شرکتی است که در سمت مسافرکشانی ماشین‌های الکتریکی یعنی الکترومبیل‌هایی که حاضر بین مردم مشهور هستند یکونین شده به راه انداختیم. و مشکلی اول این بود که به رانندگان فهماندنی که الکترومبیل هم مثل دیگر ماشین‌ها ماشین است همین چیز را فهمانده دادیم. این به فایده هم راننده است و به هم فایده جمعیت است و البته نگفتن نماند که زیاد شدن الکترومبیل به فایده شهر عزیزمان است. با اکولوژی ماشین‌های بنزینی بسیار تاثیر می‌رسانند و زیاد شدن ماشین‌های الکتریکی و کم شدن ماشین‌های بنزینی هم یک دستاورد است و در این دستاورد یک تاکسی با تیم خود سهم‌گذار شده است. البته قرار حکومت شهر بهترین قرار بود و زیر این قرار با ما وقت داده شد. همچون جمعیت ها طول این وقت ما مرحله به مرحله قدم به قدم از بنزینی به الکتریکی گذاشتیم. می توانیم با دلی پر گفتن که الکی ما 90% یعنی 90% ماشین های ما برقی هستند. هر روزه ما ماشین های بنزینی را به ماشین های برقی عوض میکنیم. خود رانندگان تیار هستند چون از طرف حکومت زیاده از 1 سال 2 سال وقت داده شد به رانندگان و رانندگان طریق بانک ها طریق فروختن ماشین های بنزینی و ماشین های الکتریکی علاقه گذاشتند. شنوندگان گرامی، در آخر یادآور میشیم که در برنامه امروزه موضوع و مسئله های فعالیت میکرواتوبوس های برقی در پایتخت، آمادگی مؤسسه های دولتی اداره خواجگی راههای افزایشگرد منطقه کولاب به دور تیرمو زمستان، تنبشوی وسطای نقلیات و سبب عامل‌های آن در کوچه و راههای افزایشگرد کشور، افزودن نقلیات برقی در شرکت یک تاکسی و رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی در کوچه و راههای افزایشگرد جمهوری را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودیم من نجیب‌الله حمیدجان و کارگردان برنامه محمد میرزویف. خیر، با برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید. тавsiya va maslahat ba ishtirokchiyoni harakat дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ, ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ, баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.